هولر و تهران ده قناغا گشتن به لافاتنه ده بیا و انرژی بو قناغا گفکرن لحفدو به جوره که حکومت هرمه گفن کمار اسلام ایران به حلویسه که نگونجای آنی زمان ما در بازبوی چندین پک دادن نوبرا پیشمرگین حزب دموکرات کردستان ایرانه کو بارگه نوین سرکی نوا خاک هرما کردستان دانه لگل ارتش پازارن لروشالات کردستان رودان پشتی تونبونا لحفدادانان حسین سلامی جگری فرمانده ارتش پازار ایرانه آماجه به ولیوین حزب دموکرات کردستان ایران کرد لروشالات کردستان و پیامکا گف آمیز آرسی بر پرسن هرمی کرد و گف ویران کردن هرما کردستان لحکومت هرمه و خلق هرمی کرد و گوتی هر جهک ببیت چفکانی گفل دیجی حکومت آوان او به برچافرگتنا چه تبینیه که او به بشراستی و دیویران بکن که آرمانج بارگهن حزب دموکرات کردستان ایران بون لکویه چند دمجمرکان پشتی و دخویانیه حکومت هرمه در آگاهاندنه که در برسفا اختن جگری فرمانده ارتش پازاران در آگاهاند به چه آوکی گفان قبول نکن اونا به چه آوکی او زمان برانبر هرما کردستان بهتبکار آنین ده جیوینه که داجی فلاح مصطفى بر پرسی پیوندین دروین حکومت هرمه لگل هر دو کنسولگرین ایران لحولر و سلیمانی داخواست کرده. ایران خاک هرمه و خلک ویناکتا آرمانجا چگف و هرشکه. هفدم جگری کنسول گشتی ایران ده جیوینه دا گود ایران ارشد کتا سر هر خالک کبو بیتا جه گفه بو سر ایرانه او جی به مافی سروشی خوازانیتن. هروا نازم دا باخ نیونر حکومت هرمه لتهران جئن آرتی را گوتی. داخوانین نابرا ایران و هرمه کارتکرین وها نابیتن لسر پیواندین وان لگل ایرانه. دنبر تو بارانکن و بردو بارانکن دفن سنوری هرما کردستان جالی ایران و ترکیه و هیانا حکومت عراق بیدنگه و چه هلویسک دوی بیاویدا در نکریه. افدا خونا بر پرسن تهران و هولیر لسر هفدو ددمکی دانه که هر دو آلی دبزاو دانه بو انجام دانه لحفاتنه که دبیا و انرژی دا و راکشانا بوریا پاترله لی ایران بو هرما کردستانه.